اسلایت ها و عکس هایی که از سال گذشته اینجا بار شده و مجال اینکه این رو جمع کنیم نبود. معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید از درگیری مجدد گروه‌های جهادی جلوگیری شود افزود گروه‌های جهادی باید با حفظ وحدت و یکپارچگی افغانستان به بازسازی کشور خود کمک کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کتابخانه در زمینه آب و گاز برنامه‌های سلام استاد، نظری هستم، احسان مزاحم شدم. زنیزم که حالتون رو بپرسم، انشالله که خوب باشید و همیشه موفق. و میخواستم که این آثارتون، آهنگاتون رو خودتون نوتاش رو چاپ نمی کنید، چون یه سری افراد سودجو هستن که امکان داره این آهنگای شما رو به صورت نوت داخل کتاب کنن و خودشون بهره برداری کنن. امیدوارم که موفق باشید. خداحافظ شما. الو پرویز جان، چی شده منو یادت رفته؟ قربونت برم پرویز جان، قربونت برم، گوشی رو بردار. پرویز جونم، ببین تو با این کارات روح خواهرتو عذاب میدی. روح خواهرتو، تو که میگی من انقدر خواهرم رو دوست داشتم، همیشه یادش بودم، تو با این کارات توی این سن نه تنها منو زجر میدی، بلکه که روح خواهرت هم آزرده میکنی. یه خورده به خودت بیا پرویز جونم، این راه خودکشی نیست. خودکشی خیلی سالمتر از این کاریست که تو میکنی. آبرو و حیثیت و همه چیزتو داری به باد میدی. احمد رضا، من میخواستم که ببینم این هشت نواری که شما با فریدون ناصری و آقای خوش‌ضمیر با پرویز یحیی مصاحبه کردین، چی شد که سال 61 موقعی که نمیگذاشتن پرویز یحیی کار بکنه، شما به فکر این افتادین که این کار رو انجام بدین و این مصاحبه رو بکنین؟ از شاید حضورت ما روشنفکرامون یه اخلاقی داشتن، نه ملودی سازای ما رو جدی میگرفتن مثل یحیی و تجویدی، حالا راجع به اون رو باید صحبت میکنم، و یکی ترانه سازامون. ما بخشی مهمی از ادبیاتون بعد از مشروطیت ترانه است، هیچ کی اینو جدی نگرفت. سال 61 با فریدون ناصری ما تصمیم گرفتیم که این کار بکنیم. بعد بقیه ملودی سازام یا حالا جسارت شناشی حوصله‌شو قبول نکرد، یحیی قبول کرد. خب حالا مثلا من که نمیشناخت، احترام فریدون ناصری، قبل از یحیی ما این کارو با مهدی خالدی کردیم که در واقع اونم 8 نوت نوار در اومد. من بودم و مرتضی ممیز بود و عرشبد اسماعیل تهرانی بود و مسعود معصومی هم اومد عکس گرفت که میرفتیم خونش. من آرزو بود که اینا فیلمش خب واقعی امکانات الان نبود. بعد از خالدی رسیدیم یحیی هم خیلی مردونه قبول کرد، وقتش به ما داد که ما معمولا هم خونش هم نزدیک من بود، تو جردن کوچه نیلوفر ما میرفتیم. و یکی از چیزای حیرت آوری که توی این آدم بود، حالا غیر از جنبه‌های دیگه‌اش، این تو خونه با یه میکروفون ضبط میکرد، شما خیال میکردی که تو استودیو ضبط شده با آگوستیک. حیرت آور بود. یعنی تو این خونه ساز ضبط میکرد، یعنی مال خودش، مال جلیل شهنازی. بعد اینا رو ما رو ریل ضبط کردیم هر دفعه، خیلی جدی چیز میکرد. و مثلا یکی از زیبایی‌هاش هم این بود که نوار از من نگرفت که پس نده، گو برو مال توسته، که البته بعد من کپی گرفتم بهش دادم و ما این کار رو باش ادامه دادیم. و متاسفانه روزایی که فریدون ناصری بود خوش‌ضمیر نبود و بعد برعکس من بیشتر چیز بود، مثلا رابط این قضایا بودم اینا، تا ضبط کردیم و بعدشم پرسیدین چرا. با یه تیکه خیلی مهمی از جوانی همه ما بود دیگه،
یعنی بعد از مرگش 2 سال پیش مسعود کیمیایی مقاله نوشت به اسم سالهای پرویز که تو مجله فیلم چاپ شد. یعنی یه دفعه ما با یک ترانه روبرو شدیم که نداشتیم، یعنی هم خواننده‌اش درست بود، هم تصنیفش درست بود، هم ملودی سازش. حالا من توضیح میدم براتون. از حضورتون این داستانی که ما میگیم ملودی نداشتیم تو مشروطیت 2 تا بودن، شیدا و عارف بودن. شیدا بیشتر کاراش تغزلی بود، مال عارف بیشتر میشه گفت وطنی و میهنی بود. اینا تفاوتشون با نسل بعدی بود که ترانه و ملودی مال یک نفر بود، یعنی مال عارف و شیدا. میرسیم تا افتتاح رادیو، یعنی اردیبهشت 1919 که رادیو در ایران اتفاق افتاد، یعنی چیز شد، متولد شد. البته تو این سال 2 تا اتفاق مهمتر هم افتاد، یکی تولد من، یکی افتتاح BBC فارسیه. البته این تو پرانتز. اصلا این 3 تا اتفاق افتاد. اینا رادیو که شروع کرد، ملودی ساز بزرگ اون دوره، این اصطلاح ملودی ساز مال مرحوم مرتضی حنانی بود. میگه به اینها نباید گفت آهنگساز. آهنگساز کسی است که ارکستراسیون بدونه، کنتربند بدونه، هارمونی بدونه، اینا ملودیای زیبا میساخت. شروع شد با مهدی خالدی. مهدی خالدی هم در اوج، یعنی شروع دلکش بود که ملودیای زیبایی ساخت. فقط تفاوت خالدی با پرویز یاغی و ملودی سازی بعدی بود که خالدی شانس نداشت که یک تصنیف ساز و ترانه ساز خوبی داشته باشه، جز یه مورد که رحیم معیری براش گفته اون آهنگ مشهور به کنارم بنشین، کسی نداشت. پرویز یاغی شانس بزرگی داشت، در کنار ملودیای زیبا اون یه ترانه سازی بزرگی مثل بیژن ترقی، مثل معینی کرمانشاهی، مثل تورج نگهبان اینا بود. تمرینات روزانه شما به چه صورت بود و این تمرینات رو در کجا انجام میدادید؟ عرض کنم حضورتون که تمرینات روزانه که چرت کنم، هم شبانه هم روزانه، این تمرینات برای من یکی از عجیبترین و شاقترین، البته شاق نه به دلیل اینکه به اجبار و زور به دلخواه، ولی حالا که نگاه میکنم بعدها که بزرگتر شدم میبینم واقعا یکی از دوران عجیب و پرمشقت رو من پشت سر گذاشتم و یه برهه‌ای از اون دوران رو برای شما بخوام عرض بکنم. به این صورت است که قبلا هم گفته شده در مصاحبه هایی، من اینقدر به موسیقی عشق داشتم و علاقه به تمریناتم که به خاطر میارم صبح ساعت 5 صبح بیدار می شد، قبل از اینکه اهل خانه شاید بیدار شد. اتاق کوچک، خیلی کوچک، به خصوصی که شاید به یه زیرزمین بیشتر شبیه بود، در یک کنجی مادرم برای من درست کرده بود، به علت اینکه اهل خانه خواب بودند و صبح زود بود و احتمالاً هوا تاریک در فصول به خصوصی مثل زمستان. من به این اتاق میرفتم و در اتاق رو به خودم میبستم و شروع میکردم به تمرین و این کار تا ساعت نزدیک ساعت 7:30 صبح ادامه پیدا میکرد و 7:30 صبح میامدم با سرعت و عجله. یادم هست مدرسه‌م خیلی نزدیک بود به خونه، شاید مثلا 200-300 متر آنورتر. از توی سفره صبحانه چیزی برمی داشتم و به 2 و به سرعت خودم رو به مدرسه میرسوندم و 11:30 یا 11:20 ظهر که مدرسه‌مون تعطیل میشد، من به خاطر دارم به خلاف بچهای دیگه که در طول راه مدرسه بازی میکنن، توپ بازی میکنن، به خرید خوردنی یا سایر چیزها میپردازن، من به سرعت میدویدم رو به خونه و باز در همون اتاق میرفتم و در رو به روی خودم میبستم و تمرین میکردم تا نزدیک 2 بعد از ظهر و باز هم لقمه نانی از توی سفره و باز به مدرسه و 4 بعد از ظهر این کار ادامه داشت. و شب عصرها که مرحوم استادم کلاس داشت در منزل، با شاگردها و در دروس خودم تا نیمه های شب. و حتی به یاد دارم که